سلام برادران، ببینید شیخ چی میگه. 4 چیز اگر تو هر خانه‌ای بیاد برکت از اون خانه میره. یکیش الخیانه، خیانت برکت رو میبره. زن به مرد خیانت کنه، الله اکبر، مرد به زن خیانت کنه، کاسب به شاگردش خیانت کنه. در این حدیث نورانی داریم خیانت، سرقت، شرب خمر و زنا، اینها زندگی رو سیاه میکنه. حدیث رسول خداست، فرمود 4 4 چیزه تو هر خانه ای وارد بشه لم یأمر بالبرکت، دیگه برکت تو اون خونه نمیاد. الخیانه و السرقه و شرب الخمر و زنا، روابط نامشروع، شرابخواری، سرقت و مال مردم رو خوردن و خیانت. حالا خیانت